جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که یا رسول الله از همه زیادتر این دنیا چه چیز دوست می‌داری؟ گفتن حبیبت الی من الدنیا المرأة والطیب. گفتن همه زیادتر ای دنیا اول زن ما دوست می‌دارم، بعد از اون خوشبویی. زن بسیار نعمتی بزرگه. جناب پیغمبر گفتن زن نصف دین شخصیت. در اصل انسان وقتی زن میگیره دینش کامل میشه، چون که یعنی انسانی کامل میشه، زندگیش آباد میشه. زن شخصیتی که برای انسان فرزند تولد میکنه، زن شخصیتی که محرم راز انسانه، یعنی همیشه در کنار انسانه، در غم شادی انسان شریکه. و این خاطر حرکت می بین تو محبت باش. حالا ما در قرآن قصه یوسف و زلیخا میخونیم، ببینید که ایروی محبت خدا محبت اونها را در قرآن بیان کرده. یا قصه لیلی و مجنون مردم میخونن، این همش ایروی چی بود؟ ایروی محبت شد. وقتی در زندگی محبت عشق باشه، زندگی شیرین میگذره، زندگی خوش میگذره، زندگی پرمعنا میگذره. و این خاطر حرکت می همسرهاتون دوست بدارید.